رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امروز می‌خوام در مورد فلسفه ولایت صحبت کنیم. ولایت در بیان قرآن کریم اول و بالذات از آن مقام مقدس حضرت حق و حضرت احدیت. خداوند متعال اولی به نفس همه مخلوقات است، یعنی اول پروردگار و بقیه مخلوقات و تمام موجودات تسبیح گوی اویند. یعنی اول ولایت بر پروردگاره و بعد حالا بریم تا آخر و همه باید، تمام مخلوقات باید تسبیح گوی پروردگار باشن. هر کس به زبان خودش لا اله الا الله میگه. تمام مخلوقات به زبانهای مختلف، به دینهای مختلف، هر جایی که بری، هر کدوم از دینها رو که کنکاش کنی، متوجه میشین که در اصل همه اینها بر اساس اینه که هیچ معبودی غیر از پروردگار وجود نداره. ولایت مطلقه‌ای که در تعابیر مختلف قرآن کریم اومده از آن بشری است که عالم در پی پرتو آن وجود مقدس آفریده شده. یعنی تمام عالم بر اساس وجود بشری است که علت غایی همه موجودات در هر ذره‌ای که در کون و مکان و آسمان ها و زمین آفریده شده رحمت وجود اقدس آن انسان کمال یافته است. وجودی که علت آفرینش همه انسان ها، افلاک، املاک، آسمان ها و زمین در پرتو وجود اون آفریده شدند. همون که خداوند او را لولاک لما خلقت الافلاک می نامد. اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم. تو را برای خودم و دیگر مخلوقات را برای تو آفریدم. یعنی تو را برای خودت ولی مخلوقات دیگر را برای تو آفریدم. همان موجود مقدسی که وقتی ملائکه آفریده شدند شناختش را با شناخت خداوند متعال عجین کردند، عجین دیدند. حضرت آدم علیه السلام نیز وقتی در اولین لحظات پس از خلقت چشمانش را باز نمود، اولین چیزی که دید نور آن وجود مقدس بود. این وجود مقدس اولی به نفس جمیع موجودات و ولایت او ولایت الله است. دوستی و ولایت او بر همه واجب است و مقرون به دوستی خدا طاعت و بیعت او. طاعت و بیعت خداست. یعنی هر کس بر او بیعت بکنه یعنی بر اساس بر خدا پیوند. نه تنها شناخت او شناخت خداست که در ابتدا باید خدا شناس بود تا بتوان نبی شناس شد. پس از طی این دو مرحله نیز میتوان امام را شناخت. خدایا خودت را به من بشناس که اگر خودت را به من نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا رسولت را بر من بشناسان که اگر رسولت را بر من نشناسانی حجتت را نخواهم یافت. خدایا حجتت را بر من بشناسان که اگر حجتت را بر من نشناسی در دینم گمراه می شوم. بر این اساس باید اول خدا و قدرت او، اراده، علم، جود، کرم، صفات جلال، جمال، همه صفات رحمت، عظمت، جود و جبروت را شناخت و پس از آن
به سراغ درک این معنا برویم که ولی مطلق ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، افضل الرسل، کاملترین انسانها، خلق اول و آینه جمال و کمال حضرت از احدیت است. یعنی تمام همه اینها بر اساس یک نفر که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وجود اومد. اگر بنا بود ما از طریق بشری به پیامبر و امام و خدا معرفت پیدا کنیم، محصول علممان عبث و بیهوده بود و اعتقاداتی خلاف واقع پیدا میکردیم. اینا چیزایی هستش که نوشته‌هایی هستش که من از اساتید مختلف مثل استاد انصاریان، مثل استاد قمشه‌ای، عرضم خدمتتون که مثل استاد علامه امینی و نوشته هایی که وجود داره رو از اونا پیدا کردم و به اون فضلی که حالا در آینده صحبت میکنیم که رسیدم، دیدم که تمام دنیا و هر چیزی را که جمع بکنی، همش اونا، همه آنها، همه اتفاقها، همه راز آفرینش برای خاندان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و محبان آنها است. حالا بیایم یه خورده بازترش هم بکنیم. خب ما گفتیم همونطور که حضرت امام حسین علیه السلام میفرماید که گر مسلمان نیستی آزاد مرد باش. اگر کسی تقوا پیشه کنه، حالا فارغ از هر از اعتقادی، گناهان رو دور بکنه. و آدم های موفق همینن، از گناه ها و از بقیه مسائل دور شدن، به خودشون مثبت اندیشی دادن، خداوند راحت شناختن، راز خلقت رو راحت شناختن و تونستن جذب بکنن هر چیزی که میخوان. ما یه اتفاق خیلی بهتری داریم. اگر اونا توی 10 سال، 15 سال، 5 سال به اون چیزی که میخواستن رسیدن، ما با حب اهل بیت و توسل به اهل بیت و شفاعت اهل بیت حتما خیلی زودتر از اونها به این مسائل میرسیم. حتی خودشون هم میدونن. خیلی از میدونید دیگه، یهودی ها چندین ساله، یا کمونیستا، چینی ها چندین ساله که روی قرآن دارن کار میکنن، روی کتاب دینی ما کار میکنن، به خاطر اینکه اونا شناختشون نسبت به ما خیلی بیشتر از خود ماست. متاسفانه انسان همان موجودی است که خداوند متعال خالق او در قرآن کریم از این آفریدنده‌اش به عناوین نظیر، ظلوم، جهول، کنود، عنود، نادان، مفسد، سفاک و خونریز، لجوج و اهل مجادله و دعوا یاد کرده. ببین، این همه ساختم تو را، به تو ارزش دادم، همه این کارا رو برات کردم، ولی چون میخواست که راز خلقت خیلی قوی‌تر و بهتر باشه، انسان رو مختار آفرید. راه راست رو برو یا راه کج برو. چون اصلا فلسفه خلقت انسان که به عنوان اشرف مخلوقاته که میتونه از ذات خداییش استفاده کنه، چون خداوند گفته از رگ گردن بهتون نزدیک‌ترم، روح خداوند در وجود ماست. متاسفانه ما اینا رو نمیدونیم و خب مسائلی رو ایجاد میکنیم که خداوند با ناراحتی اعلام میکنه که یک انسان میتونه کنه. برای همین پیامبرها فرستاده میشن، برای همین رسول‌ها فرستاده میشن که هدایت بکنن. حالا تو فلسفه های بعدی، توی ویدیوهای بعدی کاملا واسهتون توضیح میدم و بریم سراغ
بقیه مسائل. میگه چنین موجودی، میفرماید چنین موجودی به خودی خود نمیتواند درک کند که ولایت امام ولایت الله است و یارای آن را ندارد که صفات، حرکات و سکنات او را درک کند. اون نمیتواند بفهمد علم، قدرت، اراده، جلالت و عظمت را به چه اندازه است و نفسیات و ملکات او در چه حد و منزلت است. یعنی کسی نمیدونه وقتی کسی تمام چیزا رو دعوت کرده، تمام بدی ها رو به وجود خودش دعوت کرده، نمیدونه که چه چیز خوبی از دست میده. متاسفانه اگر بشر بخواهد مبنا قرار بگیره، نتیجهش همین شرایط آکنده از ظلم، تباهی، گمراهی و دهنکش کردن به امام علیه السلام میشود که میبینیم. این همش به خاطر این است که ما برای خودمان اعتبار قائل شده ایم، خودمان را آدم فرض کرده ایم و روی خود تا این حد حساب کرده ایم که من هر چقدر میدانم امام هم باید همون قدر بداند و هر قدر که من آدمم امام هم باید همون قدر آدم باشد. نه، امام یعنی کسی که بهش رجوع میکنی، استاد. چیه بعضی از مسائل که گیر میکنی بهش رجوع میکنی، چیز بدی هم بهت نمیگه که، نه بهت توهین میکنه، نه هیچی، با فضل، با بخشش، با محبت بهت همه چی رو میگه. کدوم یکی از سخنان اماما به تو اینقدر فشار آورده؟ کدوم یکی از صحبتهای اماما اینقدر سخت بوده؟ همش از مهربانی. احادیث مختلف، بقیه مسائل، راه های شناخت، خود نهج البلاغه که در آینده داریم در موردش صحبت میکنیم. خب همه اینها در اصل سخنانیه که راه سبک زندگی رو به انسان ها یاد میده. ولایت خداوند ولایت مطلقه است که در تمام موجودات جریان دارد. هیچ جنبنده‌ای و متحرک، نبات و جماد و مخلوق و حتی ذره‌ای از آفریدگان خداوند نیستند که مشمول این عنایت نباشند. خدا به همه چی داده. عالم محضر خداست، همه چی به شما داده، همه راه ها رو بهت نشون داده. تمام ملائک بر ولایت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مباهات میکنند. این ولایت و حکومت در مرتبه بعدی نامش نبوت و گاه رسالت می شود. رسالت، نبوت و امامت هم عین ولایتند. تنها تفاوت میان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مولا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام منصب بالاتری است که رسول اکرم داشتند. ایشان همیشه می‌فرمودند علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. جایگاه علی نسبت به من نظیر جایگاه هارون نسبت به موسی است، جز آن که بعد از من پیامبری نخواهد بود. ایشان پیامبر و علی علیه السلام هر دو ولی مطلق خداوند بودند و اولی به نفس مخلوقات. با این حال علی بن ابی طالب علیه السلام، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، نسبت به مقام بالاتر رسول خدا در برابر ایشان اظهار خضوع می‌کردند. روایات زیادی در کافی و غیر آن داریم که گفتند غیر از رسول و نبی که به آنها وحی می شود، امام هم محدث است. محدث به کسی میگویند که ملک با او حرف میزد و او ملک را میبیند. ملک مطلب را در گوش محدث بیان میکنند و یا آن را به قلب او القا میکنند. 12 امام علیهم السلام و حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیها، ام الائمه نجبا، ام الابیها صلوات الله علیه و علی آل و بعدها این صفت رو داشتن و هیچ کس جز ایشان چنین مقامی نداشته است.
این تعبیر را به خصوص در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میتوانید ببینید. خب ویدیو سوم رو هم دیدیم، در مورد ولایت کمی صحبت کردیم. این بخش اولش بود. بخش دوم هم در ویدیوهای بعدی توضیح داده خواهد شد. موفق و پیروز باشید زیر سایه پروردگار و اهل بیت، بالاخص آقا صاحب از زمان علیه السلام، و کرم مولا همیشه یارتان باشد. یا علی.